آروین رسولپور، ده ماشین افزار. تنش برشی. تنش برشی چیست؟ تنش برشی عبارت از مؤلفه از تنشی که بر سطح مقطع یک جسم اعمال می شود. تنش برشی از بردار نیروی عمود بر بردار نرمال سطح مقطع ناشی می شود. از سوی دیگر تنش نرمال نیز از بردار نیروی موازی یا ناموازی نرمال سطح مقطع جسم به وجود می آید. به قسمت بالایی مربع که از پایین نگه داشته شده است اعمال می شود. این تنش باعث ایجاد کرنش یا تغییر شکل در مربع شده و آن را تبدیل به یک متوازی اضلاع می کند. سطح دیگر بخش بالایی متوازی اضلاع خواهد بود. تنش برشی عمومی. F. نیروی وارد شده. A. مساحت سطح مقطع جسم که موازی است با جهت بردار نیروی وارد شده. حالتهای دیگر تنش برشی. V. نیروی برشی کلی. گشتاور استاتیک سطح لنگر اول سطح. T. ضخامت جسم در جهت عمود بر برش. ممان این رسی سطح مقطع کل. این رابطه با عنوان معادله جوراسکی نیز شناخته می شود. جستارهای وابسته: تنش فیزیک، کرنش، مقاومت برشی، قاب برشی، قاب خمیشی، ترکیب بار.